با تشبث بخش ولایتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در تالار مؤسسه دولتی قصر فرهنگ سغدیان شهر خوجند همایش عاید به موضوع اهمیت سیاسی و بین المللی اعلامی خوجند و مرحله سیاست صلح آوری پیشوای ملت در منطقه گفتگوزار به عمل آورده شد. در این واخوری دیرکتور مرکز ترغیب ادبیات و فرهنگ ملی اتفاق نویسندگان تاجیکستان سیاستشناس عبدالله رهنما نیز شرکت ورزیده ضمن برآمد خود اظهار داشت که محض با عزم و تلاش‌های پیگیرانه و نقش برجسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در برقراری صلح منطقوی، ایجاد فضای سالم و مفکوروی و اطلاعاتی دستاوردهای بزرگ روی کار آورده شدند. شرطنامه میان جمهوری‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان عاید به نقطه پیوستشوی سرحدهای دولتی این سه کشور و اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی که سنه 31 مارس سال جاری در شهر خوجند از جانب سران دولت‌های این سه کشوری به هم دوست و همسایه به امضا رسیدند مورد آموزش قرار داده شد. همین عنوان کنفرانسی امروزه نیز برگرفته است از هدف اساسی و برنامه‌ای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برای سالهای 2025-2030 که در انجمن 15 حزب تصدیق شد. این گواه آن است که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان حزب پیشبر و سازنده بوده. هدف اساسی آن پیشرفت و آبادی و سعادت خلق تاجیکستان است. چنانکه که پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در پیام خود نیز فرمودند، امروز وقتی آن رسیده است که هر یک شهروند کشور عزیزمان سزاوار زندگی شایسته باشد. از ضمن برآمد خود ناطقان اظهار داشتند که شرطنامه میان جمهوری‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدهای دولتی سه کشور و اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی سندهای تقدیرساز بودند. دستاوردهای فرهنگی و معنوی و ملی تاجیکستان و کشورهای به ما دوست و همسایه قرقیزستان و ازبکستان به حساب می‌رود. محض تجربه بزرگ راهبری، صلح آفری و سطح بلند خودشناسی ملی و عمومی بشری پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امکان داد که دوستی و همکاری‌های متقابلا سودمند تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان قوی‌تر گردیده. این اقدام بی‌نظیر از جانب جامعه جهانی همچون نوید صلح و همدیگر فهمی، احترام و صمیمیت به ملت‌های همدیگر و اراده قوی و نیکسرشتی راهبران این سه کشور اعتراف گردید. همزمان ذکر گردید که واخوری سران دولت‌های به هم دوست و همسایه تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان نمونه عالی ترغیب و تشویق صلح و وحدت ملی در منطقه بوده. همچون واقعی بسا بزرگ و تاریخی هزار ساله سیوم انسانیت با حرفای زرین ثبت کرده خواهند شد.